این منم. اینم منم. از اونجایی شروع شد که من تصمیم گرفتم تو مسابقات های کلاس شرکت کنم و حتما میخوام که اول بشم و 100 خودمو بذارم. مسابقه 5 بهمن شروع میشه. بریم فوتبال؟ نه. بریم. نه داداش. بریم دیگه. باشه بریم. خب تاندون پا من پاره شد. 3 هفته الان باید تو گچ باشه. خیلی ناراحت بودم اما سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که ثبت نام کردن. ما در حال رایزنی هستیم به خاطر آلودگی هوا. یه دفعه یه شب قبل مسابقات بیان مسابقات رو به خاطر آلودگی هوا تعطیل کنن. به خاطر این باید خیلی با احتیاط بریم جلو. حالا کسی بلیط و اینا چیزی نگیره تا ما بهشون اطلاع بدیم که مسابقات چقدر عقب میفته یا تاریخ جدید رو اعلام کنیم. به این میگن یه فرصت دوباره. تمرینات این 3 هفته رو میتونی توی پیجم و کانال یوتیوبم ببینی.